سلام، به یه ویدیوی دیگه خوش اومدین. امروز میخوایم بریم تعویض روغن موتور کلیک رو انجام بدیم و اینکه بریم ببینیم چه وسیله‌ای میخواد. ما برای این کار اول به روغن نیاز داریم، یه آچار فرانسه قیف، یه پارچه و یه ظرف که روغن سوخته رو بریزیم توش. بریم سراغ موتور تا بقیه کار رو انجام بدیم. خب ما الان اومدیم سراغ موتور. مرحله اول اینه که شما موتور رو روشن کنید که چند دقیقه گرم شه، روغن گرم شه و روون بشه. خب بعد که این کارو کردین، بعد که موتور رو روشن کردین چند دقیقه گرم شد، قشنگ روغن روان شد و گرم شد، از اون حالت سفتی در اومد، دیگه موتور رو خاموش میکنیم و یه 5 تا 10 دقیقه دیگه صبر میکنیم تا روغنی که تو انجین و موتور کامل بیاد پایین. الان موتور روغن گرم و روونه برای خارج شدن، ولی خب باز تو قطعات انجینه، باید وایسیم یه 5 دقیقه 10 دقیقه بیاد پایین، بعد پیش تخلیه رو باز کنیم. حالا که گذاشتیم 5 دقیقه موتور موند و روغنش کامل اومد تو کارتل، اولین کاری که میکنیم میایم برای اولین مرحله گیج موتور رو باز میکنیم، همینجوری میذاریم تا موقع خروج روغن هوا بکشه و بعد این قسمت زیر موتور 2 تا پیچ داره. خب یه پیچه الان نشونتون بدم، این زیره، یه پیچ هم اینجاست، اینه. پیشنهاد میکنم که از اون پیچ بزرگ عوض کنید، چون اینجا صافی روغنه و بزرگتره. حالا فرقی هم نداره، ولی خب اون پیچ برای عوض کردن روغن بهتره. حالا من برم این پیچ رو باز کنم تا روغن کامل شه، بعد نشونتون میدم. خب یه نمای پیچ هم از این طرف نشونتون بدم. تو همه موتورها یکی، حالا این موتور ترکیبیه، ولی اکثر موتورها یه پیچ اینو داره، یکی هم اون طرف. همیشه سعی کنید از این عوض کنید، چون صافی داره اینجا. یه فنر هم پشتشه، پیچ رو باز میکنید، حواستون باشه که نپره یا پیچ نیفته. حالا من اینو باز کنم نشونتون میدم. و اینکه یه دونه هم ظرف میذاریم اینجوری، ولی روغن رو با آچار فرانسه بازش میکنیم. برای این موتور هم این پیچ سایز 17 میخوره بوکس. خب این پیچ الان داره باز میشه، بعد اینکه نشونتون بدم قشنگ. اونجور که دیدیم اینم فنر و صافیشه که باید تمیز شه صافیش. حالا نگاش میکنیم اونو. خب بذاریم تا روغن موتور کامل تخلیه شه و بریم مرحله بعد. خب الان قشنگ روغن تخلیه شد، داره قطره میچکه و اینکه بعد من این صافی رو قشنگ تمیز کردم. تمیز بود البته، ولی خب فوت کردم با دستمال، تمیزش هم کردم. این پیچ هم تمیز کردم، اینا رو همه تمیز کنیم مهمه. و اینکه برای اینکه الان اون یه ذره روغنی هم توش مونده تخلیه شه، ما حالا اگه موتور دو هندل داره که هندل بزنیم، این داره ولی سخته. قطع کنم موتور رو زدم، کمی استارت میزنم تا دیدید چقدر روغن مونده. اگه روغن چیزی مونده بیاد بیرون کلا. دیدید چقدر روغن مونده بود. این کارو بکنین و یکم موتور رو کج کنین تا قشنگ کامل روغن تخلیه بشه. حالا من نمیتونم فیلم بگیرم، کلا تخلیه شد. بعد خواستیم پیچش رو ببندیم، دوباره دوربین رو روشن میکنم. خب الان روغن کامل تخلیه شد. برای اینکه پیچ رو ببندیم، حالا من چون یه دستی دارم فیلم میگیرم نمیتونم نشونتون بدم، ولی توضیح میدم. چون این پیچ فنر داره، شما باید قشنگ دو دستی فشار بیارید. اول فنر رو بذارید، بک پیچ رو بذارید. پیچ رو ببندین، یه قلق داره. اگه یه دستی آروم بخواین انجام بدین پیچ، چون فنر فشار میاره رزوه میشه و هرز میشه. شما حتما فشار بیارین تا ته بدین بالا پیچ رو با فنر و بعد پیچ رو ببندید. حالا من میبندم بعد نشونتون میدم. خب الان کامل پیچ صفر شده همونجور که میبینید. حالا بریم روغن رو بریزیم. نکته اول برای روغن اینه که رو گیج هر موتوری نوشته که چقدر روغن میخوره. حالا برای موتور من اینجا نوشته 750 سی سی روغن میخوره. گیج رو بذاریم یه گوشه ای. روغنی که من میریزم
پروتکه. و اینکه اگه برای اسکوتر میریزید حتما دقت کنید که جاسو ام بی داشته باشه، مخصوص موتورهای اسکوتری باشه. سطح کیفیش هم SN. برای این موتورها اصلش باید روغن خود هوندا رو بریزید، تقلبی زیاد نیست. بهترین روغن برای این موتورها روغن پروتکه. خب حالا این روغن الان 1 لیتر، ما با 750 سی سی شو حاضر کنیم بریزیم تو این موتور و من برم بقیه‌شو بریزم تو لیوان، بقیه‌ش هم براتون میگیرم. خب بریم روغن رو مقدار اضافیش رو خالی کنیم تو لیوان و اونی که میخوایم رو بریزیم توی موتور. اول قیف رو بذاریم. اگه قیف نداشتین از کاغذ روغنی هم میتونین استفاده کنیم. پلمپ روغن یه دستیش هم سخته. خب یه دسته نمیشم براتون میگیرم. روغن رو باز کردم، الان بریزیم تو لیوان تا بشه 750 سی سی. روغنم رنگش آبیه، جالب، خودم نمیدونستم. خب الان شد 900، نه بیشتر. میریزیم. الان شده یه کمی دیگه. خب الان تازه شده 800. خب تو این یکی لیوان هم یکم بریزیم تا بشه اون مقدار 800 750. خب الان یکم کم شد. الان درسته. خب الان بریم روغن رو بریزیم توش. خیلی این کار یه دستی سخته، لطفا لایک کنین. زیاد شد. الان حدودا روغن 700 و خورده 50-60 سی سیه. حالا 10 سی سی هم کم و زیاد شده نداره. چه رنگی داره این روغن. خب روغن هم تموم شد. خب آقا این ویدیو هم پایانشه. لایک کنین، سابسکرایب کنین، کامنت بذارین. ممنونم. تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ.